در جمهوری تاجیکستان و ده‌ها کشورهای جهان نام دکتر ملاظهور طاهری کیها معلوم و مشهور است. این محقق و طبیب شناخته عین زمان رئیس اساسیاسیون طبی خلقی جمهوری تاجیکستان بوده پیوسته برای رشد ساحه طب خلقی تدبیرهای مشخص را عملی می سازد. دکتر ملاظهور طاهری با طبیبان گیاهشناسان کشورهای خارجی از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان و دیگر مملکت‌های جهان همکاری‌های خیلی سودمند را راه اندازی نموده است. دکتر ملاظهور طاهری با همراهی یک گروه طبیبان و گیاهشناسان از فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان به شهر باستانی پنجکین تشریف آورد. نخست گروه نمایندگان طبیبان گیاهشناس در جماعت دیهاتی وارو از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 64 به نام اعلاخان افسحزاد در دهه رکناباد دیدن نموده ضمن ملاقات با هیئت آموزگاران، خوانندگان و ساکنان این دهه تاکید کردند که واقعاً در دهاتی جماعتی دهاتی وارو گیاهای شفابخش خیلی زیاد هستند. باید ما معرفتی طبی مردم را بلند برداریم که آنها بیشتر نه به داروهای کیمیایی بلکه به گیاهای طبیعتی زیبای تاجیکستان از جمله وادی زرافشان و شهر پنجکین روی آورند. پس از عکسگیری در پایه نیمپیکری دکتر علمهای فیلولوژیا روانشاد اعلاخان افسحزاد گروه طبیبان گیاهشناسان کشورهای جهان با راهبری دکتر ملاظهور طاهری از مجمع تاریخی و فرهنگی مقبره استاد ابو عبدالله رودکی در دهه 5 رود دیدن نموده با ارواح این سخنوری بزرگ از آیت‌های قرآنی قرائت کردند. مقبره استاد رودکی، آثارخانه و دیگر انشاءات فرهنگی را زیارت نمودند. ضمن صحبت هم استاد دکتر ملاظهور طاهری و دیگر هیئت نمایندگان این گروه طبیبان گیاهشناس اندیشه‌های خود را درباره شهر باستانی پنجکین، زیارت مقبره استاد ابو عبدالله رودکی و مرام و مقصدهای نجیبانه خویش را در سمت باز هم بلند برداشتن معرفت گیاهشناسی و استفاده از طبیعت زیبای تاجیکستان چنین ارزیابی کردند. من ملاظهور طاهری رئیس اساسیاسیون طبی خلق جمهوری تاجیکستان امروز ما در دیار رودکی در سر مقبره استاد رودکی حضور داریم. در اینجا گروهی عالمان گیاهشناسان از آسیا میانه، از قزاقستان، از ازبکستان، روسیه حضور دارند برای آموزش گیاهای شفابخش وادی زرافشان. در یک خودی همین گرد اطراف بینید همین چقدر گل ها هست. همین گل صدبرگ هم استفاده میشد، از این دارو تیار میکنن رزینول، برای جگر زیاد استفاده میشد. مردم میمونه که این چیزا نمیدونن. من باید طرف نگاه کنید، سبزی یابایی میگه که برای بیماری های سنگ گرده خیلی یاردمی کلام میکنند. اگر ما همین گرد و اطراف علاقه ما هم تو دب زدم حدودی 30 نمود گیاهای شفابخش در همین درون آثارخانه، در درون موزه استاد رودکی همینجا حضور دارد. چون که به واسطه گرد اطراف طبیعت احاطه کردگی، طبیعت انسان با سلامتی میبخشد، طبیعت انسان با غذا میتهد، طبیعت به واسطه انسان رو تبابر میکند. برای همین این کنگره 8 بین المللی یک تکان زیاد برای سالنگردانی مردم جمهوری تاجیکستان میرساند که روزهای نزدیک در صحیفه‌های گازیته ها، تلویزیون، رادیو، حتی تلویزیون تلکمپانی میر به واسطه ثبت کردند که این اخبارات به گرد و اطراف میرسد و مردم دنیا گویم رو به گیاه درمانی می‌اندازند. چون که
خدا در طبیعت تمام گل و گیاهای درخت و بوته‌ها آفریده که هر یک آن خصوصیت تفاوتی دارد و همه شما سلامتی عمر دراز برای کار می‌خواهم و برنامه ما 100 سال عمر دراز دیده بیمار نشدن است و ما خواهش میکنیم که تمام آدم‌هایی که قصای فرهنگ هستند و بیمارخانه‌ها با مردم آموزانند طرز حیات سالم که مردم سالم باشد بیمار نشد بیمارخانه‌ها کم شوند آسایشگاه زیاد شوند و مردم خوشبخت زندگانی کنند. من اعضای اساسیاسیون گیاه‌پزشکان و طبیبان خلقی جمهوری آموزگار زبان و ادبیات تاجیک همدم و ساجدخان آرزوی دیرینی من زیارت آرامگاه سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک استاد شاعران ابو عبدالله رودکی بود. خوشبختانه من امروز به آرزویم رسیدم. زیارت آرامگاه استاد ابو عبدالله رودکی به من میسر شد. رودکی بزرگوار میفرماید بخندد لاله بر صحرا بسان چهره ای لیلا بگرید ابر برگردان بسان دیده ای مجنون زی آب جوی هر ساعت همه بوی گلاب آید در شست است پنداری نگار من رخ گلگون. ابو عبدالله رودکی یکی از اساسگزاران زبان فارسی داری یعنی پهلوی سانسکریت که با آن زبان تاجیکی نام دادند. من میفخرم با این شخص بزرگ. غیر از آن من منتدار به ملا ظهور طاهری که ما رو به همین جاها برای آمده زیارت کردن مدد رساندن. به همه من منتداری خود را بیان می‌نمایم. السلام علیکم هواداران بینندگان و طبیبان جمهوری تاجیکستان. امروز روزی سوم است که در انجمن هشتم طبیبان جمهوری تاجیکستان نویسندگان ما اشتراک می‌ورزیم. از دوشنبه آمدیم از ناحیه تابی رسپوبلیکا و امروز خیلی شاد هستیم که در مدت چندین سالهای طولانی اولین بار ما با موضوع با گلگشت و با بستانسرای و با آثارخانه ابو عبدالله جعفر رودکی اساسگزار ادبیات کلاسیک تاجیک قدم رنجه کردیم. خدا رحمتشون کند. ما گیاهشناس هستیم. در مجموعه تندرسی استقلال فعالیت کاری داریم. مدتی 5 سال شد. از گیاهای شفابخش هم دهه پودخین هم ناحیه عینی و هم این موضعی که در اینجا قرار داریم اون گیاهای شفابخشی که در منطقه های ناحیه رشد و نمو میکند بهره‌ور گشتیم و از این گیاهای شفابخش برادرای عزیزی که میدونند و با ما میدونیم برای آنها معرفی کردیم. اینجا گلای صدبرگ خیلی زیبا رویده است. در مشام بوی معطرش میرسد. خیلی خوب است که در همین موضع خوب گوارا پر اسرار پر از فیض و برکت این گلگشت‌ها را شکوفان کردن زیبا کردن برای همین منطقه برای مردم تاجیکستان که بیایند روند. خیلی خوب میشد مکتب بچگانی که در مکتب میانه تحصیل میکنند از فن ادبیات وقتی که موضوعهای ادبیات کلاسیک تاجیک و عبدالله جعفری رودکی موضوع میگذارند باید وزارت معارف و اون نفرانی که متصدی هستند مکتب بچه‌ها رو برای ساقل دادن دانششون به این موضوع به این مکان بیارن البته و از گل و گیاهای شفابخش این منطقه این دیار بهره‌ور گردن و برای تندرستیشون کار و فعالیت نمایند و این داروها را نسبت به حب و تبلیغ‌هایی که استفاده می‌برند از گیاهای شفابخش بهره‌ور گردند. پس از انجام تماشا با زادگاه استاد ابو عبدالله رودکی گروه طبیبان گیاهشناسان تحت راهبری دکتر ملا ظهور طاهری با فعالیت استحصالی کارخانه مشروبات پرندیس در جماعت دیهاتی به نام استاد لایق شیرعلی شناس شدند. راهبریت کارخانه با طبیبان گیاهشناس اطلاع دادند که در کارخانه از گیاه‌های طبیعی ثمرناک استفاده میبرند و نمودهای گوناگون مشروبات و نوشابه‌هایی که در این کارخانه تیار کرده می شود
اساساً از گیاهای شفابخشی وادی زرافشان و شهر بستانی پنجکین می باشد. در یک فضای تنتنوی دکتر مولا ظهور طاهری با محمد ناظر دوستپایزاده سرور این کارخانه سرتیفیکات درباره استفاده گیاهای شفابخش و امکانات‌های استحصالی این کارخانه را تقدیم کرد و بار دیگر تاکید نمود که واقعاً راهبریت این کارخانه در آینده برای استفاده ثمرناک گیاهای طبیعی جهت تبابت بیماری‌های گوناگون سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. همینطور سفر کاری گروه طبیبان گیاهشناس تحت راهبری دکتر مولا ظهور طاهری از شهر و دهات پنجکین با تأثیرات رنگین به انجام برسید.